سلام، شما خوبی؟ در آب گرم بمبئی 30 عدد قواس نسناس به نام الیاس، سحرناس، کالباس و عباس با ایجاد وان حموم خوراکی، جهت ریلکس با افزودن شیر جوزه، یه روزه زلبک و آب تو کوزه، پشم پای رفوزه و اسبی که نمیگوزه. بعد از کلنستراپی خمیر بهش از ناخون تا زیر بغل که نفوذ کردن میزنن روش، میگن های زن دلمی. قهرمانان ریدمالی باز آساس کردن نیم کیلو ثابت کرب و موزش سده و خلزت قون انقدر محض رضای دختران خودشونو تو خمیر میپلکونن تا زیر ناخوناشون تمیز بشه. با کاردک صافکاری که خمیر رو پاره پوره و زربازر کردن، مجدد قواسان نسناس به نام الیاس، سحرناس، کالباس و عباس خمیرا رو گنبل میکنن و با پاشش روغن شنبه که دوشنبه نمیلیله خمیرا رو روغن کاری میکنن که موقع تا کردن زیر نکنه. مامان سحرناس بهش گفته زجاجت بخورم با اون سیبیلاس که خودت لباساتو تا میکنی میذاری تو کمد دیفاری. خروجی محصول بربری تشنفره بیکنزید و چون بعد از عمل اومدن فوشای نازور به قواسا دادن، دارن کتک میکنن که دیگه مشکاشونو بنویسن. در اینجا نحوه درست ساخت خمیر بربری رو مشاهده میکنید که باید دست بکنن تو خمیر